دخترم پینا این کار رو که کرد میگویم اکا رو کشید اپا اپا چشمانت را نپوش عزیزم مهربانم چشمانت را نپوش اپا چشمانتون رو کشید التماس چشمانتون رو کشید اپا پدر یکون کار کنید به بیمارخانه زود به بیمارخانه بردن لازم است آیسته التجا میکنم رفتیم التماس یک طرف شدید زود باشید یک طرف شدید لطفا التماسی دید به او چی شد؟ او رو پراندند فهمون شما اینجا ایستید انتظار شوید پخش کردید؟ دکتر نبضش میفروید خونش کم شده است بله خونش نهایت کم زودتر دیفیبریلاتور رو بیارید خودت راز دست ندی پینار باهوش بیا گروهی خونش رو معلوم کردید؟ برش نگاتیو دکتر بینتان کسی هست که گروهی خونش BRH نگاتیو باشد؟ از من گروهی خون من BRH من با پدرم گپ زدن میخواستم تلفن رو نمیبردارن خاموش ایستید بچه ها پدرتان از جراحی میکنن خش معلم علی یردار شده است وزنین است سلامت باشد خیر استاد علی خیشش کی بچه ها پینار یکی تو خداوند خاموش شود میگوید چی گفت شد؟ چی داد میزنی؟ معلمه پینور یردار شده است جراحی میکند خواستم با پدرم گپ زنم چرا فقط کارهای بد می شود معلمه با مرگ مبارزه برده ایستاده است چرا آدمانی خوب گریه نکن جرین این قدر واهمه نکن آخر با گریه هیچ چیزی وز نمی شود فکر میکنی در دنیا عدالت هست بیهوده گریه نکن سختی به سر آدم خوب میآید غمم سبک شد شو يا جماعة آیا با ما این کار میزبد؟ خواهر استاد علی در بیمارخانه در دم مرگ باشد و ما اینجا نشینیم؟ راست میگه جیره جون من به بیمارخانه بیایید میروم رفتیم بچه ها خزید رفتیم زودتر بیایید زود باشید زود با کجا شتاب دارید؟ معلمه پینا رو پروندم یردار شدن او رو جراحی میکنن در دم مرگ هستند پینار پینار
میرنده من هستم. خدایا اون نباید بمیرد. برای من زندگی لازم نیست، اما او رو بعد اینقدر اذیت و مشقت ها حیات جالب و رنگین انتظار است. او نمیرد خدایا، نباید بمیرد. بیا دخترکم، بیا شیرینکم. من جانی شیرین. اینجا بین اینجا چی هست. استاد برایتون یگون چیز بیارم؟ چای، آب؟ تشکر. هیچ چیز نوشیدن نمیخواهم. نه من هم سیخ میشوم، اما غیر از انتظاری از دستمون چی میآید؟ انتظار بودن خوب است، ولی اگر دعا خوانیم همش عوض شدنش ممکن. همه چیز در دست خداوند است. علی پسرم، خوش آمدید امک جمال. دخترم پینور خوب است. حالا هم جراحی کرده ایستادند. استاد علی، بله. ما از وزارت امنیت با شما صحبت کردن میخواهیم. البته با برادرتون یک جویک. میزنه باران با شیشه، میزنه باران با شیشه، باران باران بارانای، باران باران. وای 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 وای. خدایا. وای وای. چرا این طرف نگاه میکنین؟ نمیدونم میزاجم ضعیف باشد. حتی بارانی سرود مرا قسم میکند. میزنه باران با شیشه تو. او чамон ба беморхона беравем дар танаффус духтарам муаллимаи пинор ӯро паронданд. چیزی که به شما گفتم همش همین است. سپس زنگ تلفن و بر عوض تکین پدرم را خواستنشان. آواز تیر و در خون آغشته شدن پینار. تکین تو چی؟ درباره آنها یگان چیز میدونی؟ هیچ چیز رو نمیدونم. از اون که ما رو با موشی سوار کردن چشمونم بسته بود. در نظمت و گاب نزدم. جناب جمال، چرا شما از جناب شفیق آید این مسئله گمانبر شدید؟ شما یگان چیز رو پی بردید؟ بغیر از اون چیزی که در تلفن به شما گفتم دیگر هیچ چیز را نمیدانم. همان رو هم تخمین کرده بودم. همکارانمون جناب شفیق را میجویند. اگر یگان خبر فهمیدید التماس اول با ما زنگ زنید. البته جناب پلیس. حالا همین خبر در ما هم یگان نتیجه شد، همانو خبر میدیم. تا بازدید. تشکر. امک جمال، استاد شفیق گمان است. بله. چرا آخر؟ الکی وقتی آن رسید که حقیقت را روی راست بگوییم. به یوسف قول داده بودم اما نشد. اکنون همش را گفتم در کار. ملک با پینور چی شد؟ خواطر نشوید، تا جراحی دوام دارد. استاد علی در کجاند؟ انا در اون جویند. از این زیاد دیگر گرفتن نمیتوانم، میفهمید؟ زیاد گرفتن هم خطرناک است. چقدر لازم باشد من خودم میدهم. در کار باشد امضا میگذارم. آواره شده برای گفتن دیگر کس نروید. برای حاضر همین قدرش بس، همینش کفایه است. انا همین خیر بچه ها. اکنون همه چیز رو میدانید. یعنی همه این مشکلی های آیله همون، پراکندگی ما
به همش جناب شفیق گناهکارند. باز دروغ تهمت کرده است. بله، صد افسوس که همه این رو پسری من کرده است. و شما به من هیچ چیز نگفتید، یک کلمه هم. تنها تخمین میدانستم که شفیق پدر شما را با کدام جنایتی عیبدار دانسته. با پلیس خبر داده است. از حرص و بدبینیش این را تخمین کرده بودم. اما میدانید که قانون نه به سخن خشک بلکه به دلیل و اثبات مینگرد. من این دلیل را میجستم و ملک این حجت را آورده به من داد. الکه این دلیل در دستم بود. پس چرا من خبردار نشدم؟ چون که در همان وقت با پدرتان واخوردم. حجت را در دستش دادم. گفتم چی کاری میکنی کن. عدالت هیچ وقت ظلم نمی کند گرچند که فرزندم باشد. اما یوسف از من قول گرفت. گفت قول دهید که این را با فرزندانم نمیگویید. میدانید سیر برآمد جان برآمد. همین طور میگویند آدمان. پدرم از همین سبب از ما میگریزند. برای همین نزدمان نمی آیند. او کرد. همه این را استاد شفیق ترتیب داد. چون که ترسی. بچه ها من هم همین را فهمیده به پلیس خبر داده بودم. قسم که حساب همه این را از او میپرسم. او را میکشم. انس! انس! استاد علی جراحی به انجام رسید. ما در همین جاییم. خواطر نشم. هممون با توییم. پینار خواهرکم من رو میشنوی؟ التماس راه دهید. یک دقیقه لطفا. جناب ملی خواطر نشوید. جراحی با موافقت انجام یافت. تیر را برآوردیم. خدا را شکر که تیر به جگرش نرسیده است. یک مدت زیر نظارت میماند. جراحیش از نیم گذشت. خدایا شکر. جناب شفیق همینجوری هم؟ جناب شفیق کمتر به ما آمدند. آمدند بگید که حتما با شعبه بیاین. با چشم جناب. جنابی مدیر مرا گوش کن. برای مدیرت یک نیکی میکنی. مرا ندیدی فهما؟ وگرنه مرا میکشند. اشتری سفید را دیدی؟ ای نگوی که کی شدم، گوی که کی میشوم. آهی مظلوم نگیر که کار کند آیسته آیسته. ای باز آهی که را گرفته که تو را پلیس جستجو دارد. ای خدای بزرگ، تو بچه ها قادر هستی. نمردیم و این روزها را دیدیم. خدا را 100 بار شکر. باز گریخته رفتنده. به فکرم ها دیوانه میشوم. به هیچ کدامش نمیرسم. از یک طرف انس، از طرف دیگر پدرم پینار. صبر پسرم. چرا پدرم این کار را میکنند؟ هیچ چیز را نمیفهمم. حالا نمیداند که به شما گفتم تا بیگناه بودن خود را اثبات نکند با شما روبرو نمیشود. این برایش بسیار ضرور است تا دیر باز این کار دوام میکند. او را یافته همش را فهماندن لازم.
پسرم چیکار کنم؟ با کجا روم؟ تکین پسرم خوب هستی؟ تکین پسرم تکین 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 سلاح رو پردا پسرم چیکار میکنی؟ تکین حرفم رو پروندم در بیمارخونه است میمیرد و چه؟ اکنون همش رو فهمیدم شفیق رو نصف میکنم. نه قانون هست عدالت هست کسی گناهکار باشه جزایش رو میبیند. عدالت گفتید؟ آیا در این دنیا عدالت هست؟ کسی که قوت دارد عدالت را اداره میکند. نه تکین ایست تکین تکین پسرم تکین خدایا خدایا من چی کار میکنم؟ جواب نمیدهد. میترسم یگان بیعقلی نکند. استاد اگر خواهید از پس تکین شوید ما با استاد عمر در اینجا میمونیم. راست میگویند. جناب ملی گفتند که تو سحر نزدشون در آمدن نمیتوانیم. همین که به هوش آمد زود به شما خبر میدهیم. در حقیقت تکین رو میافتم خوب میشد. تشکر. خواطر نشوید. جراحی کردن. دکتران گفتن احوالش خوب است. اما تا حال بیهوش. استاد اگر کمک ما لازم آید ما تیار هستیم. تشکر بچه‌های عزیزم. استاد جانم و فدایتون. استاد کی این کارو کرده است؟ بگویید ما او رو جزا میدهیم. کی بودنش رو گویید کلش رو میگیرم استاد. نه بچه‌ها شما به این کار دخالت نکنید. از بینتون یگان کس تکین را دید او را زود یافتنم در کار. مایلش من باید روم. زود تکین را یافتنم لازم. مبادا تکین به کدامی از شما زنگ زند همانا به من خبر دهید. مایلش دخترم چشمانت را گشاد. دخترم جواب این را میدهد. کسی که یک قطره خونی دخترم را ریزان من تمام خونی وجودش را میریزانم. مادامی که شما این خیل میخواهید عدالت را به شما نشان میدهم. معلم پینور چی خیلی نمیدونم انشالله خوبم. تو یگون چیز رو میدونی؟ دیدی؟ بله بسیار وزنی. اکنون از این دنیا چی رو دیدیم ما؟ تولد شو و عذاب رو بین و رو. آیا همین است زندگی؟ آیا همین است عدالت؟ تو با این کارها صرفا نمی روی خانم جله. این موضوعها رو در مجله های مود نمی نویسند. چی میگویی محمدانا؟ رفیقان معلوم که دانایی نکرده جوانی کردن اما شرط و ضرور است.
درس مرس همه بهوده. کوشش کن خوشبخت باشی. از کار همه بزار. یعنی از مثال مرده همین خیلی خلاصه برآوردی. آفرین به تو. جوران راست میگوید. از پروفسور شدن چی فایده؟ علامه شدن چی لازم؟ مادامی که میرنده هستیم شیرینی حیات را ششیدن لازم است. نه برعکس است برادران. مادامی که میرنده هستیم باید اندیشه کنیم. غایه حیات را فهمیم. چرا برای چی زندگی داریم؟ باید اندیشه کنیم. چرا به این دنیا آمدیم ما؟ دودر تو اندیشه کردن گیر. در تاریخ نامت رو می نویسند. فیلسوفی مشهور ماردو تولیس. بسیار خنده آور. تکین این من برق. چی میخواهیم؟ همه چیز رو میدونم. یاری دادن میخوام. تو یاری دادن نمیتوانی. هیچ نباشد در برت میستم. تنها با ایستاده نمیشود. در نزد خونه استاد شفیق با میخوریم. خوب مایلش. استاد این من برق. ایست راست میگوید. رفیقان یک دقیقه. این پولی با مهنت یافته‌مان را چیکار میکنیم؟ خیلی که در نقشه بود لوتو بازی میکنیم. شاید باز زیادتر شود. به فکر من به استاد علی دهیم. به فکر من هم شاید احتیاج دارم. راست. همه وقت برای ما یاریشان رو دریغ نمیداشتن. بله. درست همو قبول نمیکنند. به فکر من هم قبول نمیکنند. بعد چیکار میکنیم؟ بگذار در دستش ایسته. بعد در یگان کار استفاده مایلش. خوب. تو؟ بله من استاد شفیق. تو من رو چه یافتی؟ فهمیدم که به مکتب نرفتی. میدونستم که به اینجا میایی. اکنون آخری عمرت اومد. جزایت رو میبینی استاد شفیق. پسرم سلاحت را پرتا. مشکلی داشته باشه بیا صحبت کنیم. بله دارم. یک مشکلی دارم. مشکلی عائلوی دارم. 10 سالمون را برباد دادی. تمام عمرمون را محو کردی. اما اکنون عمر تو هم با آخر رسید. بس همین. پسرم به خود بیا. خاموش. نه لازم نه. نشد. اما این دفعه می شود. نه ایستا. مرا فروختی. حیاتت رو نجا دارم. خطا میکنی. قاتل میشوی. اکا یک طرفیزید. او را میکشم. علی مرا نجات ده. او دیوانه شده است. گوی سلاحش را پرتاید. تکین به خدای. من خطا کردم. پدرتان را تهمت کردم. قبول ببخشید. عذر میپرسم. با عذر مسئله حل نمیشود. مگر با سلاح حل میشود؟ البته گپ میزنیم. هر چی خواهی میکنم. راضی هستم. من با شما دیگر گپ ندارم جناب شفیق. من هم ندارم. یک طرف ایستید. نه سلاح را پرتو میگویم. نکن ایستید. کسرش رو باید بینم. یکی نیست. تاکسی. رفتیم اکا. انس شما رو میگویم به فکرم. رفتیم گفتم اکا.
ایست تکین ایست. رقمی دولتیش رو دیدی؟ بله دیدم. جناب پلیس، این من علی. سحر گپ زده بودیم. به یاریتان احتیاج دارم. بچه‌ها در اینجا ایستادن هیچ فایده ای ندارد. مبادا خون در کار نشود. من همینجا، استاد عمر هم همینجایند. به شما خبر میدهیم. التماس معلمه البته به ما خبر دید. از دستمون هر چیزی اوید میکنیم. مایلش خبر میدهم. ای بچه ها در دلم نماند بیایید همین پول رو به معلمه ملک مونیم. استاد علی چیزی نمیگویند. در کار نشود برمیگردونند. آها در حقیقت فکر خوب. مالش میمونیم. بچه همون شوخی رو پول رو از جیبم کی گرفت؟ کی میگیرد از جیب تو؟ پیش از به حاجت خونه رفتم لباسم رو همینجا موندم. کدومی گرفته است؟ گوید کی گرفت؟ آرام شوید، ممکن در پایان افتیده است. اوه خدا. چی؟ آخر کجا شد؟ شما رفته استراحت کنید جناب عمر. بیماریتون اینقدر وزنی را برداشته نمیتواند. طبابت هم نکردید. همان پول را باید برای طبابتتان استفاده میبردید. اون پول بسیاری ها رو خرسان کرد. اما چی اما؟ اکنون وضعیت پینور پول زیاد جمع کرده آوردیم لیکن هیچ کار کرده نمیتوانیم. بله. فقط فکر میکردم که شما دکتران حیات رو نجات میدهید. تقدیر انسان ها حیاتشون در دست شماست. خطا میکنید. اصلا هیچ چیز در دست ما نیست. تنها تا جایی که از دستمون میآید. من این گونه حادثه ها را زیاد از سر گذراندم. طبابتی که ما میکنیم تا اندازه‌ای میباشد. بعد آنجا میبینیم که دیگر هیچ چیز از دستمون نمیآید. مانند این جراحی پینار. اون وقت میفهمیم که ما تنها سبب هستیم. اما سبب هم بی سبب نمی شود. اکای جمال مرا ترساندی یوسف. چرا از در ندار آمدی؟ فکر کردم شاید کسی از بچه ها اینجا باشند. روبرو شدن نمیخواهم. یوسف گفته بودم که تا جای قول دادن میتوانم. بله همه‌اش را فهموندم. اکنون آنها میدانند. چی؟ همه‌اش را، تمام حادثه را از اول تا آخر. چه ها میگوید اکای جمال؟ بعد چی گفتند؟ چی گفتند؟ آنها پسران خوبند یوسف. قدر و قیمت کس را میدانند. کی از پدر و مادر ناراضی است؟ آنها از تو راضی اند یوسف. از تو شبهه ندارند. حاجت به اثبات کردن نیست. اما یک کار دیگر را باید اجرا کنم. شخصی که دخترم را پران یافتن میخواهم. گفتم که شما یگان چیز را میدانید یا به من مصلحت میدهید. برای همین آمدم. گوش کن یوسف. تو نو از حبسخانه برآمدی. تو احوال آدمانی که قربانی غضبشان شدند دیده ای. همسال ما به جای رسیده است. باید حل این مسئله را اندیشه کنیم. اول نزد خانم خندان رویم. ممکن که چیزی را داند. فهمیدی؟ نه بچه ها اینجا پولمون نیست. به فکرم تنها یک راه ماند. جیبی همه رو میکوبیم. در بینمون دوست هست؟ گفت که در جیب موندم. کسی از اینجا نبر آمده است. پول باید همینجا باشد یا اینکه پاپ من نمیگذارم که برادر من رو کسی دوز موز گوید. فهمیدی؟ من کسی را دوز نگفتم برادر.
بچه ها با خدا میگویم که در جای بم ماندم. شد مرد ما به تو باور میکنیم. من باور نمیکنم. از کجا میدونم؟ شاید با امری یگان کار کردنید. از روی عدالت است. این پول عرق جبین ماست. شما رو هیچ وقت نمیبخشم. چقدر بسیار گپ میزنی. چی کار کردنیم؟ چی خیلی گپ زدنی هستین؟ کی میدوند ممکن وقتی به حاجت خانه رفتنی من تو از جیبم گرفته باشی. چی؟ بچه ها بس کنید. بهوده است همه این. از بینمون هیچ کس دوست نیست. از یگان جا میابیم. میبینی. مثل فرشته خوب است. گویا یگان واقعی رخ نداده است. او همه وقت مثل فرشته است همینطور نه؟ بله راست میگوید. چی؟ یعنی گفتنی هم که صاحب خوی نکو و خیراندیش است. میدونید او هم در حق شما ایدن همین سخنها رو گفت. چی؟ چی گفت؟ گفت که انسان خوب هستید، خوش سخن، باز پر از مهر و محبت هستید. من همین ها رو گفت. چی شد؟ خوب هستید؟ همین پای افزولم کمی پایم رو ناراحت میکند. خواهید به خونه رفته ایواز کنید. من همینجا میمونم. مایلش کمتر کار هم داشتم. هم کارم رو به انجام میرسونم، هم پای افزولم رو ایواز میکنم. بگو باشد برمیگردم. مایلش ایست اکا ایست. اکا به خدا من گناه ندارم. من اینو گیر. با کسی چیزی نگوی. خوب شده است. استاد شفیق ایست. به همه کارهای کرده جواب میدی. تکین نکن. فکرت نادرست است. حبس میشوی. حیاتت میسوزد. با کجای کی روی میابامد. با خار زمین هم روی تو رو میابام. پلیس میکوبد. این دیوانه از پشتم. اوف، چی کار کنم؟ با کجا روم؟ از کجا میدانم که من اینجا آمیختم؟ خندان با پلیس او خبر داده است. یاسین چی کار میکنی نمیکنی همه جا رو کو پیسرم رو یاب فهمیدی؟ دیگر از من نپرس که چی کار کنیم. بله زنگ زدم. نیست تو رو میابی یاسین. من میروم. خانم خاندان شما کیستید؟ من پدر تکین هستم.
پسرم را نگاه و بین کرده، کلان کرده. اینقدر سال فرصتی به شما تشکر گفتنم نشد. مهم نی. شما مرا چطور یافتید؟ از اکای جمال پرسیدم. فکر کردم که شما یگان چیز را میدانید. چی رو؟ که مرا کشتن میخواهد. مرا کشتنی شده و دخترم را پراندگی ها که ها باشند. شما عجایب گپ میزنید. من از کجا میدونم؟ خندان خانم، دخترم را پراندند، فرزندم را. مادری انس حساب میشوید. میدانید درد فرزند چیست؟ اینها برای مرا یافتن انس را دزدیدند. انس را میشناسند. شاید از شناسهای شما باشند. گوش کنید جناب یوسف، من هیچ چیز رو نمیدونم. ببخشید یوسف. به فکرم میداند که من در این کار آمیختم. از اینجا آمدنش معلوم که میداند. باز این بلا به سرم آمد. شد مرد شوخی کردیم؟ میدونم که پول رو تو نگرفته ای. کجای شوخی است؟ تماما به شوخی مانند نبود. حقیقت رو میفهمیم، زیغ نشوید. البته میفهمیم. در اول من هم فکر کردم که تو گرفته ای. نگرفتم میگویم حسن. فهمیدم نگرفته ای. همش فهمو. اکنون چیکار میکنیم؟ چی خیلی اثبات میکنیم که تو نگرفته ای؟ ممکن نگرفتنی مرا اثبات کردن نتوانیم، اما میدانم کی دزدیدن میخواست و چرا این کارو کردن میخواهد. مادامی که آنها عدالت رو میدانند، من هم سخنی میگفتنی دارم با دلیل هایش. مثل فیلسوف گپ نزن. یگان کاری از دستمون میومد اگه باشد گوی آخیر. خدایا توبه. بین کاری کردش رو دیدی؟ با فکرم مرد رو انجاندیم. اما تو ها گمان میکنم که او گرفته است. مادام که در دستش بود جواب دهد. دیوونه ای مگر؟ خوب عقلتان رو خورده اید همه‌تون. دگونه در اصل تیکین خودش رو گم کرده است. در بیمارخانه هم نبود. برق هم نمی نماید. زنگ زن. چرا زنگ زنم؟ بعد از خود می رود. فکر میکند که فقط من او رو میکوبم. دگونه با فکر من این پسر. چای رو فراموش کردم. جوشیدگیست رفته بینم. چه خیلی زیبا. مراد، من به این طرف می روم. چرا؟ به خونه نمی روی؟ خالای خدیجه التماس کردن. با دوگانم رفته باید برایش خرید کنم. خوب، من هم با تو می روم. نه، ایستو لازم نه. او را خوب نمیشناسم، عیب می شود. مایلش این طور باشد پگاه با میخوریم. مراد، چرا این طور میکنی؟ چه خیلی زیبیده است با تو. چه خیلی خوشبختی. همین که لباس نو بر اومد در جوانت پیدا می شود. دادم دیروز آوردند. اگر مثل تو پدری بهتری می داشتم غم نمی خوردم. دوگانه تنها با گرفتن این لباس پدری بهتری نمی شود. خدا می داند چقدر پول داده است برای این. لیکن تو کورنمک بوده ای. نه برار، معقولت باشه توفه؟ از راستی؟ با آدمی شوخ مانندم؟ نه نمی شود، نمی گیرم. گیر دوگانه رو نرنزان. لیکن به هم سیمفونمون نگوی مایلش. بعد مرا تانه می کنند. دیوانه ای نخود که گویم. دوگانه جانی من، تشکر با تو. کاش که این طور نمی بود. کاش گفتم می توانستم که تو را دوست می دارم. با تو خانه دار شدن می خواهم. اما نمی توانم.
به حیات خودم یک جایه حیاتی تو رو محو کردن نمیخواهم. نه به تو گفته میتوانم، نه در دلم نگاه داشته میتوانم. نمیدانم چی کار کنم دختر زیبا. پینار خوب هستی؟ سرم درد دارد. دکتر، همشیره، یگان کس هست؟ فهمو، تشکر کمیسر. بر راننده تاکسی هم از نوع من تشکر گوید. راننده تاکسی را یافتند، اما تکین را نه. از ماشین فرامده به کجایی رفته است؟ خدا را شکر که راننده دعوا نکرده است. در این قهوه خانه هم نیست. دیگر نمیدونم به کجا میرفته باشد. لبای 10 دقیقه پیش به خود آمد. حالش خوب، خواطر نشوید. تشکر برای خبر دادنتان. حاضر من می آیم. چی شد استاد؟ پینار به خود آمده است. باید نزدش روم. برق التماس، اگر از دیگه خبری شد یا نزدت آمد همانو به من خبر ده. خواطر نشوید. باز دیر کردی. آخر از مکتب دیر بر اومدم. بس کنو زود بیا تریزه ها رو تازه کن. بعد وقتم نرسی نگوی. خوب شده است. پول یک شوربای گرم را دارم. آینده چی می شود معلوم نی. استاد شفیق، خطا کردید. نخوام خطا کنم استاد. چند سال مرا خواندید. مرحمت، یک خوراکی مرا خورید. با من حق استادی دارید. خطا کردی میگویم. من معلم نیستم. خدای توبه. میدونم دیری حضوز به اینجا میوی. خدا را شکر که به تو هیچ چیز نشد. خوب هستی خواهرکم؟ خوب هستم اکا جان. خواطر نشوید. کی بودن آنها؟ چرا انس رو دزدیدند؟ چرا پدرم رو کشتن خواستند؟ ما هم نمیدانیم. پلیس جستجو دارد. پدرم، انس، آنها کجایند؟ حالا اینجا نیستند. لیکن می آیند؟ یعنی با عیادت من می آیند؟ البته می آیند. پدر؟ در خانه ایت؟ پدر
اگر این شوخی باشد تماما خنده آور نیست. تکین مرا ترساندی. تکین تو مرا نترسان. معلمه این کارو کردن نمیخوام اما باید با من بروید. برادر با فکر من این کاری خطاست میفهمی؟ عیب است آخر. چه خیلی که از من طلب کردن من هم طلب میکنم. من پول رو نگرفتم. میدونم تو نگرفتی. بیا همین کارو نکنیم ها؟ نه تا آخر میروم همه جواب میدهد و حقیقت پیدا میگردد. هر بیشه گمان مبر که خالص شاید که پلنگ خفته باشد. چه خیل پلنگ؟ یا بایی. با تو چی شد؟ این چی غضب این چی جلال. بیا بس کن پولهایمون همش باد با تو حلال. بستم من با تو نشان میدهم. مسخره میکنی ها؟ مسخره میکنی؟ نکن دادر. چرا مسخره میکنی؟ نکنه. چرا با من میگه مسخره میکنی؟ چرا مسخره میکنی؟ تکین چرا مرا به اینجا آوردی؟ اینجا کجاست؟ جایی که اپام رو پروندند. پس چرا مرا به اینجا آوردی؟ چرا مرا به اینجا آوردی؟ مرا ببخشید معلمه. این کارو کردن نمیخوام اما باید جواب همه این رو دهد. تنها با همین عدالت جویش رو مییابد. تنها با همین راه حسابی حیاتی پدرم اپام اویل همون رو داده میتوانیم. تکین مرا میترسونی. مرا چی کار میکنی؟ پگاه میفهمید. پگاه به هم از جواب میدهید. در ساعت پروندن اپام در جای او چیگه برادر؟ اینجا خانه من. رو در دیگر جا خواب کن.
میبخشید ما رو خوب برده است. تمام شب اینجا بودید؟ بله. ما رو پاسبانی کردید؟ تشکر. هیچ گپ نی، هیچ گپ نی. یک چیز پرسم. دیشب با من گپ زده بودید، یگان چیز گفتید؟ من تنها پاسبانی کردم، لیکن ممکن این خیلی باشد خواب دیدم. استاد عمر. سلام مرد. سلام استاد. استاد از شما یک خواهش دارم. لبای گوش میکنم. استاد میخوام شما سودیه شوید، همه چیز رو گوش کنید و قرار برارید. نفهمیدم. سودیه؟ بچه ها رو همینجا در قهوه خانه جمع کردم. به این هم به عیادت معلمه پینور می اومدیم. یک باره همین کار رو حل کردنیم. تنها عدالت رو میخوام استاد. او اینجا چی کار میکنه؟ تو کردی، تو به پلیس خبر دادی، حیاتم را سوزاندی. من هیچ کار نکردم، با کسی هم نگفتم، دهانم رو نکشودم. اگر من سوزم تو را هم میسوزانم، تو را هم به حبس خانه میکشانم. یک جای جزا میگیریم. همه‌اش رو با پلیس فهموندن لازم جناب شفیق. یگانه رو همین است. دیر یا زود میفهمن، همه‌اش رو میفهمن. نه، من حبس شدن نمیخواهم. در این سن و سال آنجا زیستن نمیتوانم. خیر شما گوید چیکار کنیم؟ با این عذابی وجدان زندگی کرده میتوانیم اگر برای مو شده آدمی بیگناه مور، این از روی عدالت نیست. باید جزایمان را بینیم. دخترم، پدر اینجا یک نفر با شما گپ زدن میخواهد. حاضر وقتی آن نیست. حاضر وقتش پدر، حاضر به طرف من سلاح میدارند. چه خیلی سیوت است در پیشونی آدمی نزدیکت سلاح. به دخترم دست نرسان. با من تو لازم هستی. تمامی اویلم رو معاف کردی، جواب میدهی. بیایم که مرا پرانی ها؟ اختیارت، یا تو یا دخترت. من به این کار دخل ندارم. یا تو یا او گفتم. پدر شد فهمیدم. به دخترم دست نرسان. نشانیت را گوی در کجایی؟ در جایی که اپم رو پروندم. اگر با پلیس خبر دهی خودت میدونی چی میشود. با فکرم همین خیلی میگویم. دیکن چرا این کارو میکنی؟ نه ترسید معلمه، با شما اصلا ضرر نمیرسونم. من عدالت میخواهم، با شما دست بالا نمیکنم. چی شد جناب شفیق؟ کی بود؟ دکین چی؟ ملک را اسیر گرفته است. مرا دیده نیست. زود باید رویم.
لبای معلمان چی کار میکنی تکین؟ یعنی بعد اجرای خواهشت عدالت رو برقرار میگردونم با ما چی کاری کرده باشد جواب میدهد استاد شفیق. خوب این طرفش رو فهمیدم. بعد چی؟ بعد چی میشود؟ باری هم فکر کردی؟ مرا اسیر گرفتی، دستانم بسته اینجا نشستم. در دستت باشد سلاح داری با من تهدید میکنی. کار را که به انجام رساندم دیگرش اهمیت ندارد. در کجایید ملک؟ بگویید در کجایید؟ برای همین اینجا رو انتخاب کردی. جایی که اپات رو پروندن تو باشی پدرم رو پروندن میخوای همین طور. بس دیگر گپ زدن نمیخواهم. حیاتت رو میسوزونی تکین. در آینده تو رو خوشبختی انتظار است. پدرت، اکاد با جای با آنها خوشبختانه زندگی کردن تو جدایی رو انتخاب میکنی. دهانت رو پوش. به طرف فابریکه بایکوز برانید. هیچ چیز رو نمیفهمم. البته باز یگان سفسرته میگوید. خوب رفیقان، من شما رو اینجا جمع کردم چون که سبب دارد. شما گمان دارید که من پول رو گرفتم. اکنون من اثبات میکنم که این پول رو نگرفتم. حتی اگر اثبات کردن نتوانم گفتم میتوانم احتمال کی گرفته است و چرا این پول رو گرفته است. مرد این کارت به من معقول نه. اثبات بکن. دلیل داری؟ بله، باز با حجت هایش استاد. استاد از شما تنها با عدالتانه قرار برآوردنتون رو میخوام. بچه ها گوش کنید. چی کار کنیم نکنیم، چی فکر نکنیم، با این اصول با عدالت شدن نمیتوانیم. مادام که این قدر یک روی دارد مارید استاد بکند. استاد شما هم راست میگوید. در این دنیا عدالت رو تقسیم نمیکنند. قوه داشته باشید میگیرید. همین است که بسیار چیز پنهان میمانند. بسیار گناهکارانی هستند که بے پروا آزاد میگردند. بینید بچه ها، عدالت این میزان است که با او حق انسان داده می شود. عدالت را تقویت دادن قاعده دارد. اگر از قاعده بیرون برویم جبر میکنیم. بعد چی می شود؟ بینید رفیقان، گناهایی که ما در دنیا میکنیم فوراً جزایش رو نمیبینیم. همه وقت به ما فرصت پشیمانی یا توبه کردن میدهند. اگر از حد گذرانیم آگاهی الهی میآید. اصلا در آن طرف جزایش رو میبینیم. یعنی در این دنیا عدالت جستن بیهوده است استاد؟ ظالم ظلمش را، دوز دزدیش را کند. لای رو پرتایو پنهان شو. مرد راست میگوید استاد. چیزی باشد عدالت معین کند. من چی گفته بودم؟ در این دنیا ما عدالت را با عقلمون، وجدانمون و با قاعده قانون باید استوار کنیم. به دلشکنی یکدیگر این کارو کنیم حق و حقیقت غالب شود. خوب؟ رنجت رنجیدن گیرد استاد. حقیقت باید آشکار شود. حقیقت آشکار شود لیکن کسی نرنجد میگویم. من نمیخوام که گناهکار عفو شود استاد، چون که من اون پول رو نگرفتم. کسی گرفته باشد جزایش رو بیند. مایلش، مادامی که اینقدر میخواهید رنجیده خودتان میشوید. بینید، باز نگویید که نگفتم، نفهماندم. مایلش، سخن باید دور شونده. معلم ملک تکین پسرم. اوچه؟ شما اینجا چی کار میکنید؟ وقتی تو زنگ زدی من در نزدیک استاد شفیق بودم. تکین نزدیک نشوید. باز سرسانچک ها بریم در قفای او چمپین ها نشو. برا تکین نکن. در گذشته ممکن یگان خطا کرده باشم، اما در تیر خوردن اپد من گناهکار نیستم. و این کار دخالت ندارم. من تنها آن کاری که با آیلم با پدرم کردی همینش بس.
تکین پسرم پسرم پدر پسرم این کار نادرست است شما همراه نشوید پدر من خودم این را حل میکنم این حسابات من است به من جواب میدهد همون یکدیگر رو میشناسیم همین طور رفیقان میدونیم که کی چی رو دوست میداره در تنفس چای مینوشد یا شربت میوه همین طور نه نشناسیم هم در خاطر داریم فکر میکنیم چی مثلا ژاله دیروز چی پوشیده بود کدام پالتو در تنش بود رنگ پالتوی هر روزش سیاه است. ها گفتگی برین در اومدی گپ نرگیس تو یگون کاری نگفتی نه از کجا برآوردی؟ شاید به ما شرح میدهید دیروز وقتی بازگشت به خانه در تن یکیمون پالتوی نو خب دستی دیگرمون باشد پر از میوه و سبزوات تصادف رو بین محض در روزی گم شدنی پول رفیقان این عکس ها دیروز بگوهی گرفته شدند نه خیر روز پالتوی نو پوشیده بودم اما پول رو من نگرفتم نباشد فهمونید فهمونده نمیتوانم اما پول رو من نگرفتم قسم که من نگرفتم من هم عیناً همین خیل اما با من کسی باور نکرد من قول داده بودم به ژاله که نمیگویم اما خاموش ایستاده نمیتوانم من اون پالتو رو به ژاله دادم فهمیدی حاجت به این کار نبود دیدید انا اگر همین طور عدل کردن خواهید یکدیگر رو رنجانده خفه میکنید و عدالت از بین میرود اگر پول رو یافتن توانی لازم نیست لیکن تومت رو بس کن استاد اگر حاضر من کنید به همش گناهگار من میشوم التماس دیگر چی میفهمونی ژاله نبوده است کو ممکن نرگس باشد استاد این چی مناسبت مرد در جهتی است با شما بیاید آرام شویم خیر گم شده از پول بس بودگی است او هم باید به من بعضی چیزها رو شرح دهد خرید دیروزه رو میگویی با همین عکس ها تهمت میکنی قریب نیمی مغازه سیبون نوک مرد بس من مثل ژاله شرم نمیدارم من کار میکنم فهمیدی بگاه بعد دست به خانه ها رفته روبوچین میکنم برای خوراندن دادر و خواهرم بس گفتم عدالت با عیبدار کردن نمی شود اکنون خواهش میکنم که از کسی که شبهه دارد با اندیشه گوید و با رفیقمون شر دهید اما زورا نه تنها برای فهمیدن حقیقت پرسش کنید خب بله درست است اصلا این کار از دایره اصول آموزگاری بیرون است اما چی علاج و مسئله وارد شدیم تا آخر می رویم خیز خیز از اینجا پاداش اینقدر سال را می دهی شفیق گپ را نمی فهمی کلیس می گویم بس این باید مثل اپام خوندی حد پدر اکنون برای من شده غمی خود را یک طرف گذاشته او را گریزاندن میخواهید نه من یک طرف ایستید پدر نه مجبور نکنید که دو کس شود این طور باشد سلاح را به من ده من پرانم برای من را نجات دادن این طور میگوید سلاح را که دادم در عوض گفته تا میگرده
خودم میپرونم. استاد شفیق و پیشبران، اگر تو را نجات دهد قسم میخورم که میپرانم. هر عیب دارشونده حق دارد که адвокат داشته باشد. در دوام تفتیشات همه بگناه حساب کرده میشوند. دعای آخرینت را خوان استاد شفیق. پسرم ایست. میمیری. تکین التماس. تکین نکن این کارو. تکین همه همینجا ها؟ کشکی اپام همه شدند و همه این را میدیدند. عدالت با عیبدار کنی به اساس کار آغاز نمی کند. به اساس عیبدار کردن عادلی نیست. عدالت اول چی گناه و در کجا روی دادن واقعه رو میبیند. عقل رو تا آخر استفاده میبرد. سلاحت را پرتو سلاحت را. ایستید نپرانید. پسرم التجا میکنم. تکین حالا همه یک جاییم. پینار، تو، من و پدرم این کار را نکن وگرنه باز از هم جدا میشویم. عذاب و غم گذشته چی؟ کی باید جواب دهد؟ کسی که عدالت را خودش تخلیه بخشیدن میخواهد ظالمی میکند. گرچنده با اون ننماید اما آخر این کار ظلمات است. اگر این کار را کنی از استاد شفیق چه فرق میکنی؟ مقصد از بودن عدالت در دنیا این احترام همه را دانستن، یک جای در صلح و ثبات زیستن نیست مگر؟ یا اینکه مثل قانون بیشتر بالای یکدیگر ظلم و ستم کرده زیستن؟ بین اینها چی فرق است؟ این رفتارت بغیر از غم و اندوه چیزی نمی آورد. پسرم نکن. تو حبس میشوی. ما درد و غم تو را میکشیم. باز همش بدتر میشود. حل این کار آسان بود. با جای یکدیگر را عیبدار کردن یک جایه شده فکر حل این مسئله را میکردید. حاضر تماما در دیگر جای بودید. سلاح را به من ده تکین. کس چی اومد را کش؟ نه. چی؟ بده گفتم سلاح را. برار. چشمانتون اونقدر از کین و نفرت کور شده است که هیچ کدامتون فکر کرده نمیتونید. با عقل راست نمی آید. انسان چه خیلی که خواهد همان خیل میبیند. نه همه وقت گمانی کرده اتون راست میبراید. و فراموش نکنید بعضا انسان حقیقت رو نمیبیند. نه، من با این کار خاتمه میدهم. نه پسرم ایست. من این کارو کردم. همه شایدی من پسرم. یک گروه آدمان رو گفتم اصلا من پدرت رو کشتنی بودم. بله. چه؟ شما چی ها میگوید؟ اما اون چیزی رو میخواستیم نشد. اداره کردن نتوانستی. پینا رو پراندن. من نمیخواستم اما پیشگیری کردن نتوانستم. کوشش کردم اما نتوانستم. استاد شفیق گناه ندارد. همش گناهی من. چرا این کارو کردید؟ ترسیدم که مرا پرتافتن از پدرت میروی. نمیدانستم که با دستی خود تو را حبس میکنم. پشیمانم. نمیخواهم که تو حبس شوی. بگذار مرا حبس کنم. من مادرت هستم.